سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. سامان میرزایی هستم، در خدمت شما با جلسه 20 آموزش کتاب منشن. توی این جلسه تمرینات دوره‌ای بعد از درس ششم را حل خواهیم کرد. خیلی خوب دوستان عزیزم، بریم سراغ حل تمرینات دوره‌ای بعد از درس ششم یا مدول درس 6. صفحه اولی که باش مواجه هستیم لزم مگزین هست، همون مجله خوندنی. 4 تا آدم هستن دارن راجع به ساعت‌هاشون صحبت میکنن. پس wir haben 4 Personen die über ihre Uhren sprechen. این 4 نفر ما باید تقسیم بندی کنیم، بگیم کدوم متن رو کی داره میگه. بخونیم اولیو. میگه mein Name ist Silvia Di Leonardo. Ich bin 25 und arbeite als Sekretärin. میگه اسم من اینه، انقدر سالمه، به عنوان منشی کار میکنم. arbeite als یادآوری بکنم که یادتون نره، قبل از اینکه شغل رو بگیم als رو میگیم. بعدش میگه چی؟ meine Uhr. ich habe viele Uhren. من خیلی ساعت دارم. ببینید بچه ها، Uhr، die Uhr مفرده، die Uhren جمعشه، plural. 7 oder 8 Stück. 7 oder 8 میگه 7-8 تا. بچه ها Stück یعنی تا، تیکه. مثلا میگم ein Stück Kuchen، یه تیکه کیک. ein Stück Pizza. حالا میگه 7 Stück Uhren یعنی چی؟ یعنی 7 تا ساعت. Die hier ist modern. اینی که اینجاست مدرنه. Die hier، اینی که اینجاست ist modern. Die sie ist groß، بزرگه. aber این زیه بچه ها به die Uhr برمیگرده. aber nicht zu groß. ببین بچه ها میگه بزرگه اما nicht zu groß. zu همونی بود که میگفتیم یعنی خیلی، اما معنی منفی میده. یعنی چه؟ یعنی زیادی هم بزرگ نیست حالا دیگه. und auch die Farbe ist doch sehr hübsch. میگه رنگش هم خیلی قشنگه. doch چیه این وسط؟ اینجا برای تأکید اومده. oder اینجوری نیست. دوباره بچه وقتی که یه حرفی میزنن بعدش میگن oder، مگه نه، مگه اینجوری نیست. منظور از این oder اینه. یا چی؟ همچین چیزی. قسمت بعدی میگه hallo ich heiße Claudio Danzer. اسمم اینه. ich bin 31 und arbeite als Autor. میگه که من 31 سالمه و به عنوان آوتور کار میکنم. ich wohne hier in Meiling. ich wohne، من زندگی میکنم hier in Meiling، اینجا توی مایلینگ. was؟ meine Uhr؟ nein ich habe keine Uhr. میگه من ساعت ندارم. چون اسم عام داریم از نیشت استفاده نمی کنیم بلکه از keine. oder doch، شاید هم دارم. doch یادتونه میخواستیم بگیم که مثلا یه چیز منفی رو ازمون میپرسیدن، میخواستیم بگیم چرا، میگفتیم doch. جمع همین رو میگیم. میگه چرا، شاید هم آره. oder doch. da sehen Sie، اونجا میبینید. das ist meine Uhr. این ساعت منه. ist sie nicht sehr groß und praktisch؟ ist sie nicht sehr groß und praktisch؟ میگه خیلی groß و praktisch نیست. بعدی. ich bin Kim. meine Eltern kommen aus Südkorea aber wir leben hier in Deutschland. میگه الترن من والدینم، چون جمع میذاریم بعد ماینه. بچه چیزایی که من دارم بهتون میگم همشون رو توی درسای قبلی گفتیم. اگر یادتون نیست برید مرور کنید. اینا رو میگم که چک کنید ببینید یادتونه، یادتون نیست دوباره باید برید بخونید، نباید برید بخونید. چطوری؟ والدین من کومن aus، یادتونه aus یه جایی کومن یعنی چی؟ یعنی اهل اونجا بودن. میگه از کره جنوبی میان. aber wir leben، ما زندگی میکنیم hier in Deutschland، اینجا توی آلمان. ich bin 20 20 سالمه und mache eine Ausbildung. یادتونه میگفتم کسی که Ausbildung انجام میده فعلی که براش استفاده میکنه mache نمیگه ich mache eine Ausbildung. das ist meine Uhr. این ساعت منه. sie ist nur schwarz und weiß. فقط schwarz و weiß، مشکی و سفید. das finde ich super.
فکر میکنم عالیه. میتونست حتی بچه بگه ich finde das super. این جابجایی همیشه امکان پذیره در حالتی که فعل جایگاه دوم بمونه. الان فینده جای دومه، میتونه بگه das finde ich، میتونه بگه ich finde das. بعدش میگه چی؟ میگه ist sie nicht richtig cool. میگه آیا این richtig، بچه richtig یعنی درست. حالا وقتی قبل یه صفت میاد داره رو اون صفت تأکید میکنه، میگه آیا این واقعا کول نیست، جذاب نیست. قسمت بعدی میگه هالو ich heiße Theresa. من ترسا هستم. Ich bin 22 und studiere Psychologie. میگه من 22 سالمه و روانشناسی میخونم. Meine Uhr ist schon sehr alt. شون بچه ها، این شونه با اون شون فرق داره. این شون که اوملاوت داره یعنی زیبا. این یکی شونی که نقطه نداره، اوملاوت نداره، معنی بچه ها already انگلیسی میده. یعنی چی؟ وقتی میگه من او ist schon sehr alt یعنی همین الانم خیلی قدیمی شده. این همچین معنی میده. aber sie ist schön قشنگه finde ich، اینجوری فکر میکنم. نیا بچه ها یعنی خب چی بگم؟ یه همچین معنی میده، چی بگم؟ نیا. اوکی. es ist eine Männeruhr. میگه این یه ساعت مردونه است. شاید بچه براتون سوال باشه که چرا ساعت مردونه مؤنثه و میگه eine Männeruhr. ببینید بچه ها تو کلماتی که نگاه الان مینا یعنی مردونه، یعنی در واقع مردها، ولی وقتی که به ساعت میچسبه میشه ساعت مردونه. و او یعنی ساعت. کلماتی که از دو تا کلمه چسبیده به هم تشکیل شدن همیشه آرتیکلی که اون قبلش میذاریم آرتیکل کلمه آخره. یعنی اینجا کلمه آخر او هست و چون مؤنثه میشه کل کلمه میشه مؤنث و ما از عین استفاده میکنیم. بعدش چی میگه؟ aber ich finde sie toll. من فکر میکنم که اون عالیه. این زی هم دوباره برمیگرده به او. sie ist so einfach und so praktisch. این خیلی ساده و کاربردیه. حالا بچه ها متنا رو خوندیم، با عکسای اینا رو باید مچ بکنید یا zuordnen بکنید به عبارتی. Aufgabe 2 میگه چی؟ Was wissen Sie über die Personen? Ergänzen Sie Alter und Beruf. Alter سن، Beruf شغل. باید شغل و سن اینا رو از توی متن در بیارید و اینجا بنویسید. میریم سراغ صفحه بعدی که فیلم شتاتسیون باشه. همیشه بچه وقتی فیلم یا حقوقن دارید میدونید اول باید تمرینا رو بخونید. میگه چی؟ میگه beim Trödler. Was ist richtig? چی درسته؟ Sehen Sie den Film und kreuzen Sie an. فیلمو ببینید و علامت بزنید. Das Bild ist 35 mal 43, 53 mal 45, 53 mal 43 Zentimeter groß. اینو پس میخونیم سنتیمتر. علامت ضرب رو میخونیم مال. مثلا 2/3 میشه 2 mal 3. بعدی میگه das Bild kostet 20 Euro, 15 Euro, 10 Euro. Anne findet das Bild okay, zu klein, zu teuer. سو رو هم که همین الان براتون توضیح دادم چیه. سنتیمتر هم اینجا نوشته براتون. بعدی یه مغازه‌ای هست König Ludwigs Furniers. Das ist kein König. این پادشاه نیست. Das ist ein oder eine بستگی به جنسیت کلمتون. اگر مؤنث بود eine. اگر مذکر یا خنثی بود ein. Was ist das؟ این چیه؟ markieren Sie die Souvenirs. Souvenirs بچه ها یعنی
souvenirs یعنی یه کلمه انگلیسیه که وارد شده به زبان آلمانی و معنیش هم میشه سوغاتی. یه مغازه سوغاتی فروشیه که حالا یه سری چیزها داخل اون هست و شما طبق ویدیو چیزایی که نشون میدن و باید اینجا دورشو دایره بکشید، مارکیرن کنید. اولی چیه؟ der Bleistift یعنی مداد. das Bierglas لیوان آبجو. der Teller بشقاب. der Ring حلقه در واقع. die Tasse فنجون. die Kette زنجیر. der Regenschirm چتر. das T-Shirt die Tasche کیف. das Feuerzeug فندک. das Buch که اینو باید بلد باشید دیگه. der Schlüsselanhänger Schlüsselanhänger از این بچه چیزایی هست که کلید رو بهش آویزون میکنن. شلوسل که یعنی کلید، انهنگم یعنی اون جایی که بهش آویزون میشه، یا حتی ممکنه چیزی باشه که بهش آویزون میشه، اینم میتونه باشه. پس هندتوخ حوله دستی، حوله. der Kugelschreiber خودکار. die Postkarte کارت پستال. der König پادشاه. die Uhr ساعت. und die Puppe عروسک. بعدی شعره که بچه ها باید فعلای brauchen هم sein und suchen رو صرف کرده توی این نقطه چینا بذارید، اما توی فایل صوتیش میشنویدش، یعنی نگرانش لازم نیست باشید. Aufgabe 3. Mein Drucker braucht Papier. Mein Drucker پرینتر من کاغذ لازم داره. Sehen Sie den Musikclip کلیپ موزیکال رو گوش بدید، ببینید. Und ergänzen Sie die Verben in der passenden Form. In der passenden Form. بچه هر موقع میگه که Verben in der passenden Form یعنی در فرمی که در حالتی که پسندن هست، مناسبه. یعنی چی؟ هر موقع اینو دیدید یعنی باید اون فعلا رو صرف بکنید. به صورت صرف کرده میذاریدشون توی نقطه چینا. بعدی چیه؟ پروژه لندسکونده، پروژه کشورشناسی. همیشه یه چیزایی رو حالا اینجا براتون یه متنایی رو اینا رو گذاشته که با یه جایی حالا آشنا بشید. بعضی وقتا راجع به غذاست، بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا راجع به بازیگره. میگه Aufgabe 1. Lesen Sie den Veranstaltungshinweis und korrigieren Sie die Sätze. اول که Veranstaltungshinweis یعنی اطلاعیه مراسم. Veranstaltung بچه کلا یعنی ایونت، مراسم، و این یه دونه اطلاعیه است. بعدش میگه کوریگین کنید این زتسه ها، این جمله هایی که اینجا هست رو کوریگین کنید، یعنی تصحیحشون کنید. بریم بخونیم ببینیم چی میگه. Der Nachtflohmarkt Leipzig یا لایپزیگ. Nachtflohmarkt یعنی با فلومارکت کلا یعنی بازار دست دوم فروشی. اگه ناخت ظاهرش بیاد یعنی تو شب برگزار میشه. لایپزیگ هم که اسم مکانشه. Deutschlands schönster Trödelmarkt bei Nacht. Trödelmarkt بچه یعنی بازار دست دوم فروشی، اینم دوباره همین میشه. یا مثلا بازار سمساری که توی ناخت هستش. میگه چی؟ میگه این لایپزیگ ist der Nachtflohmarkt schon Tradition. میگه توی این شهره بازار دست دوم فروشی من همین الانم به صورت already، مثل همین الانم ترادیسیونه. اینشون همونشونی بود که اونجا توضیح دادم. Und ist die Nummer 1 in Sachsen. میگه من هنوز نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 یعنی بهترینه توی زاکسن، این ایالت زاکسن. شتوبن بچه یعنی زیر و رو کردن. حالا ما چیا رو زیر و رو میکنیم؟ مثلا فرض کنید یه قفسه لباس جلوتون همینجوری هی دارید یکی رو برمیدارید نگاه میکنید میذارید اون یکی رو برمیدارید، این میگن شتوبن کردن. شتوبن und handeln gern و خرید و فروش میکنید gern به صورت با میل. dann sind Sie hier richtig. پس شما اینجا هستید درست، جای درستی اومدید.
vom اینقدر Uhr bis اینقدر Uhr kommen اینقدر Händler und zwischen اینقدر und اینقدر Besucher zu dem Trödel-Event. میگه چی؟ میگه از ساعت 16 از ساعت 4 بعد از ظهر 20:24 تا 12 شب میان 200 تا 200 هندلا فروشنده و zwischen بچه یعنی بین 2000 تا 3000 تا 2000 und 3000 Besucher بازدید کننده zu dem Trödel-Event به این ایونت دست دوم فروشی به این ایونت سنساری. Hier finden Sie alles aus Omas Seiten. میگه شما اینجا alles بچه alles یعنی همه چی. اینجا من براتون بنویسم alles یعنی همه چی. alle یعنی همه کس. اینو یادتون باشه. پس alles همه چی alle همه کس. aus Omas Seiten. اوما بچه یعنی مامان بزرگ. Omas Seiten یعنی زمانای مامان بزرگ. میگه پس اینجا شما همه چی از زمانای مامان بزرگ پیدا میکنید. Bücher, Taschen, Uhren, Möbel, Kleidung und vieles mehr و خیلی بیشتر. Informationen für Verkäufer. اطلاعات برای فروشنده ها. keine neue Ware. یعنی هیچ کالای جدیدی نباشه. Der Aufbau یعنی برپایی بچه ها. ist ab. نگاه بچه ها اینا رو یاد بگیرید همین الان. اینجا که میگه von bis یعنی از این موقع تا این موقع. اینجا که میگه ab یعنی از این ساعت استارت میخوره. مثلا شما میخواین بگید من فردا از ساعت 12 کار میکنم. میگه چی؟ میگه ich arbeite morgen ab 12 Uhr. یه موقع میخواید بگید که من فردا از ساعت 12 تا 5 کار میکنم. میگه چی؟ میگید von 12 Uhr bis 5 Uhr. اوکی؟ Standpreis اونجایی که میخوان وایسن اون میزی استندی که دارن پرایس هم که یعنی قیمت اون چیزه میگه 7 euro pro meter یعنی در ازای در ازای هر متر 7 یورو. تیشه bitte selbst mitbringen میز رو میگه خودتون بیارید. پس اون مکانی که حالا بهشون میدن و 7 یورو میزم که selbst خودتون mitbringen. bringen بچه یعنی آوردن. mit یعنی با. این دوتا وقتی با هم میاد میشه با خود آوردن. wo کجا an den Tierkliniken Fern 42 04103 Leipzig Zentrum Südost. بچه این آدرسه این چیزی که اینجاست و معمولا بچه باید اینجوری نوشته بشه. یعنی چی؟ یعنی این تیکه اول خط اول باشه این خط دوم باشه. فکر میکنم توی یکی از درس‌ها اینو توی درس 5 احتمالاً من آدرس نوشتن رو بهتون یاد دادم. این میره واسه خط سوم. خیلی کم پیش میاد اینجوری پای سر هم شما آدرس ببینید. Wann Samstag 21.5 میگه شنبه 21/5 geöffnet für Besucher بازگشایی برای بازدید کنندگان 16 bis 24 Uhr یعنی از 4 تا 12 بازه. Eintritt ورودی. بچه هر جا که یه ایونتی چیزی بود شما کلمه Eintritt رو دیدید یعنی این ورودی این قضیه. حالا اگه گفته بود Eintritt frei یعنی رایگانه ولی اینجا نگفته رایگانه. میگه Eintritt 2 Euro پس ورودیش 2 یورو. حالا میگه Kinder bis 12 Jahre frei یعنی بچه ها تا 12 سال ورودیشون رایگانه. جمله هایی که اینجا نوشته رو باید تصحیح بکنید. Aufgabe 2 Klassenflohmarkt. توی تمرین دوم تمرین کلاسی توی کلاس بازار دست دوم فروشی میکنین و بچه ها حالا خورده با هم هندل میکنن خرید و فروش میکنن. چیزی که من ازتون میخوام اینه که بیاید یه متن تبلیغاتی بنویسید برای یه جسم. یه متن تبلیغاتی بنویسید برای یه جسم. بچه‌هایی که ویدیو رو نگاه میکنن اگه دوست داشتن میتونن برام ایمیل کنن متنی که می‌نویسن. من ایمیلمو میذارم ته این پست که بتونید ببینیدش.
و این متن حالت این باشه که این خیلی خوبه، اینجوریه مثل متنی بود که برای عینک نوشتید قبلا. و اینجا یه سری مکالمه بین بچه ها صورت میگیره. میگه چی؟ میگه هی، اینجا رو دارم میخونم. Hier habe ich einen Kugelschreiber. من اینجا یه دونه خودکار دارم. Es ist sehr praktisch und leicht. Und er kostet nur 5 Euro. و فقط 5 یورو قیمتشه. نفر بعدی میگه das ist so teuer. خیلی گرونه. اون یکی میگه نه das ist nicht teuer. Das ist ein Sonderangebot. حراجه. Der Kugelschreiber macht keine Fehler. این جمله تبلیغاتیشه. macht keine Fehler. بچه یعنی اشتباه نمیکنه. Fehler machen یعنی اشتباه کردن. مثلا من میگم ich mache keine Fehler یعنی من اشتباهی نمیکنم. بعدی میگه چی؟ میگه که dann sage ich 3 Euro. پس من میگم 3 یورو. sagen wir 4 Euro. میگه بگیم 4 یورو. na gut. اوکی. na gut بچه یعنی خب دیگه حالا چی بگم دیگه، حالا میخوای دیگه. قبول کرده ها ولی خیلی رضایت نداره. این میشه na gut. na gut. اوکی. اینجوری. اینم از اینو میتونید به عنوان تمرین انجام بدید. و قسمت بعدی صفحه آخر آوسکلنگ. توی آوسکلنگ معمولا موسیقی دارید. یه شعر جالب هست که باید بر اساس چیزی که میشنوید و عکسی که میبینید جواب بدید. خیلی تمرین فانیه، حتما حلش بکنید. حالا چیزی که من براتون بخونم نگاه کنید. مثلا نگاه کنید معمولا چیز در میاد، قافیه در میاد. مثلا میگه Hubertus Grille braucht eine نقطه‌چین. خب بغیله، چون نگاه کنید داره میخونه نمیتونه بخونه. حالا مثلا بعدی رو ببینید تو شعر میگه اینا رو. حال مثلا اینجا ببینید، اینجا علامت داده مثلا دنبال پارتنر میگرده. خب میگه Marina Hartner sucht. اینجا باید بنویسید einen Partner، چون پارتنر مذکره پس باید آکوزاتیوش هم رعایت کنید، چون زوخن اینجا داریم. بقیه فعلایی که اینجا هستم همش آکوزاتیفه. بس بچه ها آکوزاتیو سازه در واقع بگم بهتون. پس بچه هر چیزی که تو نقطه چین بعدش مینویسید حواستون باشه که آکوزاتیو بودنش رو رعایت کنید. اینجا چی نوشته؟ میگه wir suchen hier, wir suchen da. ما اینجا رو میگردیم، ما اونجا رو میگردیم. wir finden alles. ما همه چی رو پیدا میکنیم. das ist ja klar. ja klar بچه یعنی قطعا، واضحه، مشخصه. das ist ja klar. واضحه. wir lernen sehr schnell. ما خیلی زود یاد میگیریم. es ist ja nicht schwer. این خیلی سخت نیست. این یایی که اینجاست es ist nicht schwer یعنی سخت نیست. es ist ja nicht schwer یه تاکیدم اضافه تر داره به قضیه. یا خالی که میدونید یعنی آره، ولی اینجا اینجوریه. wir brauchen keine Hilfe. ما به کمک احتیاج نداریم. nein 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 danke sehr. خیلی ممنون. hören Sie das Lied und vergleichen Sie. گوش بدید، مقایسه کنید. hören Sie das Lied noch einmal. یه بار دیگه گوش بدید. und singen Sie mit. و باهاش بخونید. این بود بچه ها تمرینات دوره‌ای ما. توی جلسه بعدی من اینجا براتون آماده کردم، میخوام گرامر درس 7 رو یاد بدم. پس با من همراه باشید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. درس امروز به پایان رسید. اگر سوالی یا ابهامی توی این درس براتون وجود داره میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید. جلسه بعدی همونطور که گفته شد قرار گرامر درس جدید رو تدریس بکنم و چیزی که ازتون میخوام اینه که کلمات اون درس رو قبل از اینکه ویدیو رو من آپلود بکنم بخونید حتما. ممنون که با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.